سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه قسمت از دیگه، یعنی یه قسمت دیگه از دوره سئو رو میخوایم داشته باشیم با هم دیگه. و این قسمت درباره یک اه، شاید بشه گفت معیار خیلی مهم هست داخل سئو، که اونم سرعت سایته. سرعت سایت، حالا اگر بخوایم بگیم روی اعصاب ما که کاربر باشیم خیلی تاثیر داره. یعنی اینکه مثلا شما تصور کن مثلا من بزنم روی این سایت آمازون، نکنید چقدر آسون باز شد. دیدید؟ حالا اگه این میخواست هی برای من این بالایی به چرخه به چرخه به چرخه، میخواد پدر منو در بیاره دیگه. خب و حالا تجربه خوبی اصلا به من نمیداد. خب یا مثلا بخوام رو هر کدوم از این محصولات کلیک کنم، تق باز شد. دیدید؟ راحت، خیلی راحت و تقی وا میشه این موضوع. اما گفتم اگه برعکس این موضوع باشه، خب روی اعصاب ما خیلی تاثیر داره، روی خرید کردن من از آمازون خیلی تاثیر داره مثلا. آره دیگه، خیلی راحت بخوایم بگیم رو اعصاب کاربر خیلی تاثیر داره. شما بخوای هی سایتت مثلا سنگین باشه یا مشکل سرعت داشته باشه و باز نشه، خب معلومه میاد بیرون. مگه مغز خر خورده از شما خرید کنی اصلا سایت شما رو ببینه؟ خب خیلی راحت و آسوده. در اصل گوگل کل اون معیارشو برای سئو گذاشته روی چی؟ گذاشته روی تجربه کاربری. خب و این تجربه کاربری توی سرعت 3 تا معیار داره. اولی چیه؟ بذارید من این پینت رو واک کنم براتون مثل همیشه بنویسم این چیزاشو، چون اینی که من دارم مینویسم خب اگر جایی ببینی چشتون عادت میکنه و میدونین که اینونه. یکی L C P، اینا همشون خب مخفف یک عبارتی هستن. خب ولی اینو فقط بدونید. L C P برای چیه؟ معیاری هست که ببخشید. معذرت میخوام. معیاری هست که اشاره میکنه مثلا شما فکر کن این سایت شما، خب بزرگترین بخشش چیه؟ بزرگترین بخشش اینو ما این اسلایدر رو اینجا در نظر میگیریم. اسلایدر که نه، یه بخش مثلا تبلیغات یا مثلا این بخش FAQ رو ما در نظر میگیریم. LCP مدت زمانی است که اون بزرگترین بخش سایت شما لود میشه. حالا میتونه یه عکس باشه، یه اسلایدر باشه، یه دونه قسمت از سایتتون باشه. خب و هر چقدر که سریعتر لود بشه بهتره. و حالا اگر کمتر از 2.5 ثانیه باشه خوبه. اگر از 2.5 تا 4 ثانیه باشه، تا 4 ثانیه باشه، این اصلا بد نی. خب ولی اگر دیگه بیشتر از 4 ثانیه باشه، خب چیه؟ این خوب نیست، خیلی بده. اوکی، این از این. دوم این که شما در نظر بگیر، ما اینا رو یک کنترل زد بزنیم دیگه، هی نخواهیم پاک کنیم. یه چیز دیگه هم باید در نظر بگیرید. معیار بعدی F I D هستش. FID چیه؟ FID برمیگرده میگه که مثل، خب دیدید یه چیزی رو ما اینجا، ما اول من کلیک کردم روی این دیگه، سایت آمازون کلیک میکنم خیلی سریع میاد بالا. اوکی، حالا من که وارد سایت شدم الان، خب اولین کلیک خودم رو انجام بدم، مثلا روی همین اسلایدری که اینجا هست کلیک کنم. خب این سرعتی که واکنش نشون میده به اولین کلیکی که من روی سایت دارم بهش میگن FID. خب که باید کمتر از 1 ثانیه باشه. میگن خوبش کمتر از 1 ثانیه که حالا کم پیدا میشه. خب ولی اگه کمتر از 1 ثانیه باشه خب خوبه. اوکی، دیگه چیه؟ بعدی S CLS. CLS چیه؟ CLS زمان جابجا شدن عنصر موقع لوده. نگاه کنید، دیدید بعضی از سایت ها رو، خب مثلا یه سایت مثلا همین ویکیپدیا رو ما وا میکنیم. خب این ویکیپدیا، خب دیدید بعضی از سایت ها رو، مثلا سایت های مخصوصا ایرانی هست، میخوای آهنگ دانلود کنی، بذار مثلا بزنید دانلود آهنگ مثلا جدید. خب
بله برای ما آلمانی شده ولی ما میزنیم انگلیسی بشه. مثلا دانلود آهنگ جدید، خب اینو که میزنم نگاه کنید بعضی وقتا دیدید سایت پرید یه لحظه. وقتی من اون بار اول اگر میومدم پایین مثلا این دکمه رو میخواستم بزنم بعد یه هوی دوباره سایت میپرید دوباره لود میشد. خب این به CLSش برمیگرده. خب یعنی اون زمان جابجا شدن عناصر موقع لود. مثلا یه بار لود شده من میخوام اینو بزنم بعد یهو دوباره لود میشه دکمه میره بالاتر. خب و این خوب نیست، این قشنگ نیست. هر چقدر که کمتر باشه خیلی بهتره. اوکی کلا کمتر دیگه، یعنی میگم کمتر از 1 ثانیه، ولی خب یه خورده رویاییه اینا. حالا گوگل برای خودش میگه ولی ما تو ایران اصلا این حرفا رو نداریم. اوکی این از این. پس ما 3 تا معیار داشتیم که اگر شما مثلا برید ابزارهایی که سرعت سایتتون رو چک میکنن و باز کنید، خب این معیارها رو یعنی سایت شما از لحاظ این معیارها بررسی میکنه و بهتون نمره میده. خب ابزارهایی که حالا میتونید سرعت سایتتون رو باش چک کنید چه؟ یکی جی تی متریکسه که از همه مهم. نه جیمیل لاگین جی تی متریکس اینه که میاید میزنید بازش میکنید آدرس سایتتون رو میدید تستش میکنه. تستش هم چه شکلیه؟ تستش حالا اینور هست، نمیدونم میتونم بذارید مثلا یه سایت رو بزنیم، سایت همین آپ میوزیک رو ما میزنیم کپی میکنیم برامون بررسی کنه. تست نه رو که بزنیم وای میشه برامون بررسی میکنه که ببینه حالا چجوری سرعت سایت ما. این تایم میاد بررسی میکنه، ما میایم چند تا چیز دیگه بعد بکنم جی تی متریکس چیزه فیلتره. من با فیلتر شکن رفتم. اوکی پس این چیزا با ما از طریق این سایت حالا میایم سایت اون از لحاظ سرعت بررسی میکنیم و بهمون نمره میده. یه سری جا اصلا مشکلاتمون رو میگه و این جی تی متریکس خودش تو دوره های سئو نکنید مثلا الان اینو برام بررسی کرد، نمرش رو A داد، پرفورمنسش رو 94% داد. استراکچر چیه نکن شما هر کدوم از این المانا رو این یارو بیلوه که یعنی علامت سواله که بغلش رو بگیرید بهتون میگه چجوری، یعنی این نمره برای چیشه. خب استراکچر برای چیه؟ برای ساختار سایت شما، یعنی جوری که کد نویسی شده و همه اینا روی سرعت سایت شما تاثیر میذاره. چرا؟ مثلا شما بیا یه اینسپکت از این بگیر. خب اینسپکت گرفتن یعنی چی؟ یعنی تو سورس کد سایت تو میبینی، یعنی با چه کدای این سایت زده شده من میتونم با اینسپکت ببینم. اوکی نکنید مثلا خب اینجا طرفی که داشته کد نویسی میکرده اینو، خب حتی اگر خب مثلا بین این خط دیوش با این بیاد هی اسپیس بزنه و اون اسپیساشو آخر پاک نکنه، خب اسپیس که حالا تأثیری توی اون خروجی نداره. حالا اگر توی قسمت های مثلا خیلی مهم نظر مثلا این دیوا وقتی که یه تپ میزنی میاد جلو، یعنی این اسپنا که اینجا هست زیر مجموعه دیو دیگه. اوکی ولی حالا اگر هی بیاد اسپیس های بی دلیل بزنه و حالا بیاد سایتشو بیاره بالا، به خاطر همین اسپیس هایی که هی رو هم دیگه جمع شدن باعث میشه که اون سورس کد سایتش، اون ساختار سایتش بد بشه. خب و سرعت لود سایت رو بیاره پایین. برای همین خیلی جا توی وردپرس مثلا این چیزی داریم که میاد CSS شما رو خب تمیز میکنه، اون فایل CSS تون رو از مثلا اگر اسپیس اضافی زده باشید یا هر چیزی تمیز میکنه و هر چقدر که حجمش رو کم کنه سرعتش بیشتر میشه. اوکی و آره این استراکچرشو داده نکنید LCP CLSی که ما اینجا توضیح دادیم و اومده نمره بهش داده 1.2 ثانیه، این 2 صدم ثانیه است و تمام اینا رو میاد بررسی میکنه. اما چیزی که داره میگه باید لاگین کنید دیگه یا اکانت فری بسازید که من چون اینجا هم سامری بهتون میده هم راهکار بهتون میده. یعنی مثلا میگه شما سایتتون اگر مثلا فلان جاشو برید درست کنید فلان معیارشو سایتتون مثلا سرعتش میره بالا، ولی دیگه باید واردش بشی دیگه. اوکی این از این. بعدی چیه؟ مورد بعدی که میخوام بگم مشکلایی هست که باعث میشه سرعت سایت شما بیاد پایین. اول از همه تصاویر خیلی مهم هستن. نگاه کنین اگر
این سایت آپ میوزیک خب بیاد یه تصاویری بذاره که فرمت درستی نداشته باشه، مثلا همین تصویرش خب، یعنی چی فرمت درست نداشته باشه؟ حجم زیاد داشته باشه خب، و اصولا میگن که فرمت وب کی برای عکسای توی سایت میگن باشه بهتره. یعنی عکسایی که میخواید توی سایت بذارید با این فرمت باشه بهتره، هم حجمش کمتره هم کیفیتش خوبه. ولی اگه فرمتایی بشه که مثلا عکسای خیلی یوغورو چه میدونم حجم بالا اینا باشه اصلا قشنگ نیست. خب قشنگ که سرعت سایتتون رو میاره پایین، شاید هم خیلی قشنگ باشه ولی اون سرعتش رو میاره پایین. نکن مثلا چقدر بی‌کیفیته، براش مهم نیست که همینطوری میذاره. خب این از این. دوم که توی وردپرس اگه شما بررسی کنید خب، مثلا وقتی یک جا عکس میذارید خب، مثلا میخواید تو وردپرس این عکس رو آپلود کنید خب، یه قسمت داره مثلا زده لیزی لود بشه، لیزی اینجوریه، لیزی لود یا بارگذاری تنبل، حالا توی چیزش ترجمهش میشه بارگذاری تنبل. اوکی، بارگذاری تنبل چیه؟ یعنی این که این عکسای من خب هر موقع من اینو مثلا اومدم توی سایت اینطوری نباشه که همه عکسا خب لود بشن، هر جا که من به اون عکس رسیدم اون موقع لود بشه. چون وقتی این حجم از عکس یهویی بخواد لود شه خب قشنگ نیست دیگه. فکر کن چقدر حجم ترافیک زیاد میشه که بخواد اون لود کنه و سرعت سایت میاد پایین. خب ولی اگه من هر جا به یک عکس رسیدم اون موقع لودش کنه، سرعت سایت من به وضوح میره بالاتر. به این میگن لیزی لود. خب اگر جایی دیدید بدونید. بعدی چیه؟ بعدی هاست ضعیفه. یعنی اگر من سایتمو خب هاست مناسب براش نگیرم باعث میشه سرعتش بیاد پایین. شما اصولا برای سایت هایی که حالا چیز هستن، کوچیک هستن، سایتی که داشته یعنی هاستی که داشته باشید اشتراکی باشه خوبه. حالا اشتراکی به چه معنیه؟ اشتراکی به این معنی که شما مثلا فکر کن اگر سایت شما خب قرار باشه که توی قسمت هاستینگ خب، مثلا فکر کن سایت شما قرار باشه توی این جعبه باشه. خب این جعبه فقط مختص سایت شما نیست، این سایت شما خب چند تا سایت دیگه هم هستن توش، یعنی اشتراکی فضاش دیگه. اون قسمتی که به شما اختصاص داده شده به چند نفر دیگه هم اختصاص داده شده، پس برای همین برای سایت های کوچیک زیاد مناسب نیست این موضوع. خب یعنی اگر بخشید سایت های کوچیک مناسب هست، سایت های بزرگ مناسب نیست، چون فضای خودشون میخواد دیگه. اون سایت بزرگی نمیتونه از فضای اشتراکی استفاده کنه، مثل فرق خوابگاه و اتاق شخصی خودتون میمونه. اینکه اگه وسایل خیلی زیادی داشته باشی، مثلا میخوای به خودت بخاری بیاری، نمیتونی بری تو خوابگاه. من بخاری آوردم با خودم، غلط کردی ببخشید. میدونی اینطوری میشه. بعدی چیه؟ وقتی که شما سایتتون بزرگتر میشه خب، یعنی سایت های فروشگاهی بزرگ که خریدای زیادی مثلا دارن رو میخواید هاست برشون بگیرید، مثل هاستای VPS که میگن هاستای مجازی هستش یا هاستای ابری. این دوتا جدا انا، مجازی و ابری. خب هاست ابری چیه؟ هاست ابری به این معنی که شما تصور کن خب کلا سرویس های مبتنی بر ابر اینی که مثلا تصور کن شما توی حالت قدیمی خب ما یه سری سخت افزار داشتیم، مثلا یه CPU داشتیم، مثلا فکر کن این سخت افزاره بوده اوکی، که هاست شما یعنی یه نرم افزار می اومد، ببخشید یه نرم افزار می اومد روی این سخت افزاره و هاست شما اینجا میشسته. خب ببخشید سایت شما اینجا میشسته، سایت شما اینجا میشسته اوکی، اینم سخت افزاره بوده خب، که یه نرم افزار میومده روش، سایت شما روی این نرم افزار میشسته. خب ولی سرویس های مبتنی بر ابر چه شکلی هن؟ اینا میگن تمام این سرویس ها اینطوری هستش که به روی اینترنته. یعنی شما مثلا اینطوری نیست که سایت شما صرفاً به این بستگی داشته باشه مثلا روی چه سخت، یعنی بستگی داره که روی چه سخت افزاری هستا خب، ولی کلا اون خدمات هاستینگ اومده روی بستر اینترنت و ابر قرار گرفته خب، که این باعث سرعت بیشتر میشه دیگه اوکی، و این هاست ابری هم از همونجا میاد خب. یعنی فکر کنید این نرم افزاره خب
بعدش اومده روی چی نشسته؟ روی یه اینترنت نشسته. اینترنت مثلا نمیشم اینترنت، خب این مثلا اینترنت، خب و سایت شما حالا اینجا نشسته و اینکه رو بستر اینترنت باشه یعنی در دسترس بودنش بیشتره. خب چون اینترنت همه جا هست دیگه. و یه چیزی که هست اینه که هاست ابری، چقدر اینجا شلوغ شد، من اینو پاک کنم تا بهتون توضیح بدم هاست ابری چه شکلیه. در شما فکر کنین مثلا اگر در حالت سنتیش اینجوری باشه که مثلا این سخت افزاره باشه، این قسمت نرم افزاره باشه که سایت شما اینجا نشسته، یه اسم میذارم برای سایت شما. خب ولی توی فضای ابری، هاست ابری اینطوریه که شما فکر کن چند تا فضا اینطوری داری، خب که سایت شما روی اینترنت نشسته، روی اینا، یعنی اینا روشون اینترنتی که سایت شما روی اون نشسته. اوکی؟ و هر موقع اینجا سایت شماست، اینجا سایت شماست، اینجا سایت شماست و اینجا هم سایت شماست. و هر موقع خب مثلا سایت شما از اینجا پرید، این یکی روشن میشه. هر موقع اینجا پرید، این یکی روشن میشه. هر موقع اینجا پرید، این یکی روشن میشه. یعنی یه طوره هاست سایت شما همیشه بالاست، یهو خاموش نمیشه، احتمالش خیلی کمه. خب برای همین این برای سایت های بزرگ خیلی توصیه میشه. اوکی. و یه نکته دیگه در مورد هاست وجود داره، این که مکان سرورتون، خب سرور چی بود؟ سرور فکر کنید یه چیز فیزیکی خیلی بزرگه، خب که هاستا روش قرار میگیرن. اوکی، مثلا اینا هاستن، هر کدوم هاست 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 هاست. این سرور شما که هاستتون روش قرار میگیره، اگر مثلا شما سایتتون کاربر ایرانی خیلی زیادی داره، پس هاست ایرانی بگیرید. خب نه هاست خارجی بگیرید، چون هر چقدر که این هاست شما سرورش توی اون محلی باشه که کاربر شما هستن، سرعتش به مراتب بیشتره. اوکی، این از این. بعدی استفاده از کش هستش. کش به چه معنیه؟ شما تصور کن مثلا این سایت آپ میوزیک، وقتی که من واردش شدم خب و یک بار لود کرده خودشو برای من، یک سری اطلاعات رو میاد اول روی مرورگر خودم میاد چیز میکنه، ذخیره میکنه، که اینجا ما یه چیزی داریم به اسم کش. من پیداش کنم. ستینگ کش کجایی؟ یه قسمتی هست به اسم کش، خب که میاد یک سری اطلاعات رو روی اون ذخیره میکنه، اون قسمت روی مرورگر من، که هر بار من میخوام وارد این سایت بشم دیگه هی نه دوباره اونا رو هی آپلود کنه، هی بخواد مثلا لودش کنه، اون از قبل هست میاد از اون میگیرتش. یه کش دیگه هم هست مربوط به سروره. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که هی بخوام مثلا درخواست بزنم اینو میخوام دانلود کنم، خب این اطلاعات یه ذرهش میره روی این سروری که اینجا کشیدم، گفتم هاستمون اینجا رو اون میشینه که دیگه هی نخواد هی درخواست رو تکرار کنه پشت سر هم دیگه. خب یک بار تکرار کرده دیگه میر دوباره از همون برمیداره. خب مثل یه حافظه موقتی میمونه که مثلا تو هی نیازی نیست به خودت یادآوری کنی، میدونی یه جا گذاشتیش، خب و میری اونجا برمیداری دیگه، هی زحمت نمیکشی به خودت مثلا فکر کنی کجا گذاشتمش فلان و این چیزا. اوکی، به اینا میگن کش. که توی وردپرس اگه شما سایت وردپرسی داشته باشی، یه افزونه داره به اسم وی پی راکت. چقدرم دارم خوب می نویسم، اما خب وی پی راکت هستش که این به اون حالا کش وردپرس و اینا کش کردنش کمک میکنه. این واجبه که حالا واجب که توصیه میشه نصب بشه. دیگه توی وردپرس پلاگین هایی که خیلی زیاد، مثلا کلی افزونه طرف مقابل ریخته که شاید اصلا استفاده هم ازش نکنه، برید اونا رو پاک کنید، هم از توی دیتابیستون هم خودش و از توی وردپرس. دیگه فونت های سنگین، مثلا هی اومده فونت اضافه کنه هی نشده، فونت هی مونده، برید اون فونت ها رو پاک کنید. تمام اینا باعث سنگین شدن سایت شما میشه. و استفاده از CDN. CDN به چه معنیه؟ من باید دوباره یه دونه دیگه باز کنم دیگه، خیلی دونت سیو، یه دونه دیگه وا میکنیم. نگاه کن CDN به چه معنیه. CDN به این معنیه که خب فکر کن مثلا سایت شما روی همون هاستتون قرار گرفته، این هاستتونه، اینم سایت شما. خب CDN خب میاد
این سایت شما رو خب مثلا یه دونه مرکز داره توی مثلا این کرمانشاه، یکی توی تهران، یکی توی مثلا عراق، این الفه، خب اینا داره. سایت شما رو میاد توی این مرکز رو میریزه، خب توی این دیتا سنترهایی که حالا داره، اوکی، میریزه. و هر موقع مثلا یک شخصی هست از عراق میخواد خرید کنه یا جایی نزدیک به عراق، خب به نزدیکترین جایی که سایت شما روی اونجا ذخیره شده وصل میشه. چون اگه بخواد به اینجا وصل بشه طول میکشه دیگه. مثلا به تهران وصل شه طول میکشه، مثلا به کرمانشاه بخواد وصل شه طول میکشه، اوکی. پس اگه از تو عراق یا نزدیک اونا، به نزدیکترین جایی که سایت شما وجود داره وصل میشه. به همین دلیل سرعت سایت شما میره بالا که بهش میگن CDN، اوکی، که مثلا میتونید از ابراروان و اینا برای ایرانیاش رو تهیه کنید. امیدوارم که همه اطلاعات مفید رو بهتون داده باشم. خیلی سعی کردم که تمام چیزایی که حالا کاربردی هست رو بهتون خیلی ساده و مفهومی هم توضیح بدم. هم یه سری چیزایی که گفتیم در مورد سرویس‌های ابری و اینا زیاد واقعا توی سئو نیستش. یه سری اطلاعات عمومی بود که گفتم بهتون بدم، مثلا بدونید سرویس ابری چیه. کلا مبتنی بر اینترنت هستشون، که وقتی که میان هاستای ابری رو میارن به خاطر اینی که حالا پیشرفته تر بشه و سرعت بره بالا، چون همه جا اینترنت هست، دسترسی بهتره و تمام اینا، اوکی. امیدوارم که به درتون خورده باشه و ازشون استفاده کنید و همیشه حالتون خوب باشه. همیشه 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 حالتون خوب باشه. خدا نگهدار.